سلام به همگی، اینجا نیو تالنته. ای وای دارم دوربین رو میبینم. درود بر همه رفقای گلم. میلاد کاویانی هستم، 34 سالم، اولین باره که دارم سنمو درست میگم. شغلمم بلاگرم، تو سوشال مدیا فعالیت میکنم تابع قوانین جمهوری اسلامی و اینکه الان اینجاییم که بتر کنیم. قراره کلی اتفاق خفن بیفته، شما بیاین، اونایی که استعدادهای خاصی دارن، آدمای اسپشیال خاصی هستن کنار ما. من شغل دومم استعدادیابیه و اولیه بلاگریه. شما رو پیدا کنیم، بیاین اینجا با هم دیگه بتر کنیم، بهترین اتفاقا بیفته. ببینیم چیکار میکنین دیگه. پر از عشق و انرژی، حال خوب، برقرار باشید همیشه. دوستتون دارم. سلام، من تانیا راد هستم. اکثریتتون منو میشناسید. من بلاگر لایف استایلم، تئاتر کار میکنم و خیلی حوزه‌های هنری دیگه که لازم نمیتونم بگم، ولی اینجا دور همدیگه جمع شدیم که از شما دعوت کنیم بیاین اینجا و استعدادهای خاصتون رو به ما نشون بدید و دیده بشید کنار من و تیم قوی که اینجا به عنوان داور مجری در کنار همدیگه هستیم. امیدوارم ببینمتون، خوشحال میشم. بیاین که بهتره کنیم دیگه. سلام، امیر رامان هستم، مدیر هنری آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی کشورمون. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. برای اولین بار از پشت صحنه خواننده‌های مطرح کشورمون اومدم تا اینجا جلوی دوربین کنار همدیگه با هم اتفاقات عالی رو رقم بزنیم. منتظرم که تک تکتون رو داخل این قاب ارزشمند ببینم تا بتونیم اتفاقات سرشار از حال خوب کنار هم رقم بزنیم. من و تیم بزرگ نیو تالنت ویدیوهای ارسالی شما رو بررسی میکنیم و بهترینا رو واسه اینجا بودن انتخاب میکنیم. یه جایزه نقدی 50 میلیون تومانی هم در نظر گرفتیم واسه نفر اول مسابقه. میبینمتون. خب دوستای گلم، یه خبر دیگه هم براتون داریم. ما داور چهارم رو به عنوان یه سورپرایز براتون انتخاب کردیم که اصلا نمیتونید فکرش هم حتی کنید. به افتخار خودتون و این برنامه که قرار اجرا بشه، یه کف مرتب. میبینیمتون.